یا رکس بار یوتیوب، چطورید بچه؟ من سوال کوکتل هستم و خوش اومدید به این ویدیو. آقا داخل این ویدیو اومدیم که بریم ریاکت کنیم به یه سری از ویدیوها. حالا این ویدیو در مورد چیه؟ در مورد اینه که اگه همه مردای جهان بمیرن، همه مردا، همه پسرا، کلا اصلا جنس مذکر وجود نداشته باشه دنیا و فقط یه نفر از جنس پسر، حالا یا همون مرد وجود داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی بعد جور. و اینکه امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. من که با اینجور کانتنت ها خیلی حال میکنم و حرف دیگه‌مونه. برو بریم سراغ ویدیو. خب آقا شروع میکنیم ویدیو رو. اینجا دکمه شروع هم میزنم. اولیش اینه که از سمت چپ همیشه شروع میشه. تایم افتر، حالا این ثانیه است کنم. آره. all males expect one die. حالا هر چی میگه که کل مردم میمیرن. عکس اسرائیل هم اینجا آورده. خب بعد گذشت یه دقیقه چه اتفاقی میفته؟ بعد گذشت یه دقیقه اون کسی که زنده مونده، حالا ما بهش میگیم محمد. بعد گذشت یه دقیقه محمدی که زنده مونده چیز میشه، خیلی تعجب میکنه. مثلا باش سوال پیش میاد که چرا هیچ کس نیست؟ اصلا چرا هیچ مردی وجود نداره تو این جهان؟ چرا فقط من زندم؟ چرا همه دخترن، همه زنن؟ و خیلی تعجب میکنه. بعد گذشته بذار من ببینم اینجا. اوکی. بعد گذشت 10 دقیقه خیلی وحشت میکنه بیشتر، که همه مردم مردن و هیچ مردی وجود نداره، فقط خودشه. مثلا داره بیرون راه میره میبینه همه زنا فقط زندن و هیچ مردی وجود نداره و کلی وحشت میکنه. بعد گذشت 10 دقیقه. حالا این بعد گذشت همون بعد گذشت همون دوباره 10 دقیقه شروع کنه گریه کردن، از شدت ترس شروع کنه گریه کردن. و بعد گذشت 15 دقیقه خیلی میترسه، چون که میفهمه تنها کسی که تو کل جهان زنده مونده و فقط اون زنده است. مثلا تنها کسی که از بین مردا فقط اون زنده مونده. تازه اینو میفهمه. بعد گذشت 1 ساعت میره پیش بقیه زنهای فامیلشون، مثل خاله، عمه، پدر که نه، مادر، خواهر و اینا، و به اصطلاح ازشون دلداری میگیره. یا مثلا چطوری بهتون میگم، پند و اندرز به اون پسر میدن، به محمد میدن و ازشون دلداری میگیره که مثلا یه خورده حالش بهتر شه. بعد گذشت 2 ساعت میره بیرون و یه گشتی میزنه که ببینه چه خبره اصلا کلا. آیا به جز خودش کس دیگه‌ای مرد یا پسر زنده هستش یا نه؟ میره بیرون یه دوری میزنه و گشت گذار میکنه بیرون. بعد گذشت 4 ساعت میره با چطوری بهتون میگم، میره با دوستای دخترش صحبت میکنه. نوشته hope you had a close female friends before. در کل میره با دوستای دختری که داشته صحبت میکنه، ولی ما که نداریم ای خدا. بعد گذشت 6 ساعت، زمانی که میخواد بره مثلا جای عمومی، میخواد دستشویی یا مثلا کلا دستشویی‌ها، قسمت مردونش خالیه و فقط خودش میتونه به قسمت مردونه و هیچ کسی اونجا نیست. خب آقا میگه که بعد گذشت 6 ساعت دوباره همه چشما میفته رو اون کسی که زنده مونده، رو اون پسره یا اون محمد، و نمیتونه از دست هیچ کسی فرار کنه و قایم شه و خیلی جلب توجه میکنه بین بقیه. بعد گذشت 7 ساعت تمام ساختمونا خالی میشن، تمامشون که نه اکثرشون، به خاطر اینکه مردا همشون مردن و فقط یکی زنده است و اکثر ساختمونا خالی میشن به دلیل وجود نداشتن مردا. گرفتید؟ آفرین، خوبه. بعد گذشت 8 ساعت ماشین رانی توی خیابونا خیلی کم میشه، چون که برای اینکه تمام مردا مردن، موتور سواری یا ماشین سواری خیلی کم میشه و تصادف هم کلا خیلی کم میشه و فقط زنان که ماشین رونی میکنن. بعد گذشت 9 ساعت این محمد جانمون میره چیکار میکنه؟ میره دوستای جدید پیدا میکنه. حالا اینکه چیکار با اون دوستای جدیدش میکنه دیگه نمیدونم چیکار میکنه. خب بعد گذشت 11 ساعت تو اخبار پخش میشه که همه مردم مردن و جهانی میشه این موضوع، تو اخبار همه کشورها کاملا پخش میشه. این خیلی مهمه. بعد گذشت 11 ساعت نیوز از اینمون فیمس یا اون مشهور میشه. و حالا چرا مشهور میشه؟ چون که تنها کسیه که زنده مونده و قطعا خیلی جلب توجه میکنه و سریعا مشهور میشه، به یه ستاره تبدیل میشه. بعد گذشت یه روز تمام مدرسه پسرونا چطوری بهتون بگم بسته میشه، همشون از بین میره که نه بسته میشه، اون بهتره بگیم
در کل آره دیگه، چون که دیگه کسی وجود نداره که بخواد مدرسه پسرونه. ولی آجی دارکه، فکر کن هر چی رفیق مفیق تو مدرسه داشتی همش تو از بین میرن، واقعا خیلی دارکه. بعد گذشت یک روز تو احساس میکنی که خاصی، آره احساس میکنی خاصی همین. و اینکه بعد گذشت یه روز دوباره میری و چیز سوار میشی، اسم این چیه؟ ترای واتر اسپورت، یعنی میری ورزش‌های آبی انجام میدی، مثلا سوار این موتورایی که توی دریا حرکت میکنن میشی، به خاطر اینکه کلی پولدار شدی و پول دستت اومده و کلی مشهوری، میری سوار واتر اسپورت یا همین موتورایی که رو آب حرکت میکنن میشی. بعد گذشت 2 روز میری از زندان‌های مردونه بازدید میکنی که ببین چطوری بوده اون زندان‌ها که مرد توش بودن. دیگه بعد گذشت 4 روز توی سگ نر میگیری. آره بعد گذشت 4 روز یه سگ نر میگیری که یه جوری دوستت باشه دیگه، دوست نرت باشه به اصطلاح، چطوری بهتون بگم. بعد گذشت 4 روز ساخت و ساز ساختمانی خب به شدت کاهش می‌یابه. چرا؟ چون که 99% از افراد کارگر افراد مرد هستن و برای همینی که به شدت ساخت و ساز کاهش می‌یابه. بعد گذشت 5 روز چطوری بهتون بگم، امور مالی کلا اصلا یه خط شیبداری میگیره و کلا میاد پایین و کلا بیزنس اینا یه جورایی خیلی چیز میشه دیگه، داغون میشه، از بین میره کلا. بعد گذشت یه هفته کلا کامیونیتی ورزش تغییر میکنه، به خاطر اینکه خب مثلا اکثر مردا مثلا توی المپیک یا مسابقات شرکت میکردن توی ورزش‌ها و الان دیگه نیستن، کلا اصلا کامیونیتی ورزش تغییر میکنه کلا. و الان زنان که دیگه دارن میرن سراغ اون ورزش‌ها و تو مسابقات شرکت کنن. یکی دنیا کل جهان خیلی دوست داره که با تو صحبت کنه، همین افراد جهان، و از تو سوالایی بپرسه. یکی خرید و فروش کلا خیلی کمتر میشه، مثلا خرید و فروش توی فروشگاه یا کلا ماشین و موتور و اینجور چیزا خیلی کمتر میشه و میاد پایین خرید و فروششون. زنا کم کم عادت میکنن که برن انواع اقسام کارا رو انجام بدن و کلا یه جورایی فرمانروایی این زمین رو به دست بگیرن. یکی قتل و جنایت و کلا جنایت اینجور چیزا خیلی کمتر میشه به خاطر اینکه دیگه مردا نیستن که بخواد از این کارو کنن. بعد گذشت 2 هفته میری و ویزیت میکنی، بازدید میکنی از یه استودیو فوتبال که دوباره بعد گذشت 2 هفته میری که شات هوبز ات MSG میرم توپ بندازی توی یکی از معروف‌ترین و بهترین سالن‌های بسکتبال یا MSG، نمیدونم چیه دقیقاً. یکی زنها شروع میکنن کارهای جدید که مثلا کارهایی که قبلا مردا انجام میدادن و زنها نمیتونن انجام بدن، کم کم شروع میکنن به آموزش دیدن و انجام دادن اون کارا. بعد گذشت 3 هفته میری سوار هواپیما میشی و به یه جایی به اصطلاح سفر میکنی و یه پلنی برای خود میشی، به یه جایی میری دیگه، یه جور مسافرت کنم. بعد از گذشت 1 ماه یه چیز مینویسی، یه دفتر خاطرات میگیری و توش مینویسی خاطراتی که تو 1 ماه داشتی کلا، و اینکه واقعا معنی نیست که تو 1 ماه چه کارهای کثیفی انجام دادی با بقیه. میگه که زنها کم کم داوطلب میشن که بیان و انتخابات صورت بگیره و رئیس جمهور بشن. این خطریه. میگه که به اصطلاح اون دونه هایی که از خودت میاد بیرون، چطوری بهتون بگم آقا، اون چیزایی که باعث میشه که بقیه بچه دارشن رو میفروشی و کلی ازش به اندازه 100 میلیون دلار پول در میاری. میگه که دوربین میگیری و میری بیرون و عکاسی میکنی. آقا بعد گذشت 3 ماه تو میری بیرون و بازدید میکنی از یه خونه سلبریتی. حالا به گفته خودش که میگه سلبریتی مرد بوده، ولی من بعید میدونم مرد باشه. دوست داری تو فکر میری توی سلبریتی خونه زن و یه کارایی انجام بدی که نباید انجام بدی. بعد گذشت 3 ماه یه سوپرکار میگیری، مثلا مثل بوگاتی یا لامبورگینی. بعد گذشت 4 ماه دعوت میشی به کاخ سفید و احتمالاً همه ایونت ها، همه مهمونی ها، همه چیشون رو تو هم دعوتی بعد تو شرکت کنی. دیگه بعد گذشت 4 ماه فکر کنم، نمیدونم دقیقاً، ولی فکر کنم کسب و کار یه ریزش خیلی شدیدی داشته باشه. حاجی این خیلی خوبه. بعد گذشت 6 ماه تو میری یه قایق گردشگری میگیری،
و قشنگ میتونی بری همه دریا بگردی و لذتشو ببری. آقا بعد گذشت 9 ماه تو میری به کپیتال، حالا چی اسمش دقیقاً من اینشو بلد نیستم، ولی میری به کپیتال و میتونی همه جا رو ببینی. یه همچین شکلی هم داره، نمیدونم چیه خدا باشید. بعد گذشت 10 ماه تو دعوت میشی به منطقه 51 که داخل آمریکا هستش و تا اونجایی که من شنیدم در مورد آدم فضایی اینجور چیزاست. بعد گذشت 1 سال توی دوست دختر پیدا میکنی، یه پارتنری که بتونه در ادامه راهت بهت کمک کنه. آره داداش من مطمئنم تو قبل این 1 سال هیچ کار خاصی نکردی با بقیه زنا. آره داداش اصلا مطمئن 100 داری درست. بعد گذشت 1 سال یه بچه به دنیا میاری برای خودت. داداش آخه نمیشه که تو 1 سال زمانی که پارتنرتو پیدا میکنی 1 سال دیگه هم یعنی همون 1 سال یه بچه به دنیا میاری و بشه 1 سال و 9 ماه. ولی خب میگه بعد گذشت 2 سال شبکه خودتو دادی توی تلویزیون. البته فکر کنم اون دیگه اون موقع انقدر معروفه که کانال یوتیوب بزنه خیلی به نفعش باشه، ولی خب این دیگه شبکه است دیگه، یه شبکه مخصوص خودش داره که میتونه کلی از اون درآمدزایی کنه. حاجی میگه بعد گذشت 2 سال و نیم تو پدر کلی از بچه‌ها. یادت اونجا بهتون گفتم که این دوست عزیزمون اون به اصطلاح چیزاشا میپوشه به بقیه زنا که بتونه که بقیه زنا بتونن بچه تولید کنن، و اون موقع است که تو پدر کلی از بچه‌ها میشی که چون که همه اونا دی ان ای تو رو دارن. حاجی خطری شده شت. میگه 3 سال بعد همه کسایی که به دنیا اومدن جدید، همه بچه‌ها همشون با هم دیگه خواهر برادرن. قشنگ یه مثال بارز برای استپ برادر هستش. بعد گذشت 5 سال هم درست میگه نه، ولی میگه که فکر کنم همه اون کسایی که جدید به دنیا اومدن دی ان ای تو دارن و اون تو در رگ‌هاشون جاریه به اصطلاح. و میگه بعد گذشت 40 سال اون بچه‌ای که به وجود اومدن اون قسمت‌های پسراشون دوباره شروع کنن به رشد کردن و دوباره این جهان مثلا مردای جدیدی به وجود میاد و بزرگ میشن. بعد گذشت 40 سال فکر کنم. و اینکه کلا همه چیز داره تقریبا کم کم اینه قبلش میشه دیگه. خب دوستانم از این ویدیو هم که با این ویدیو حال کرده باشید. اگه بیشتر از این جور ریاکت ها میخواین حتما چنل من رو ساب کنید و ویدیو لایک کنید که دوباره براتون بذارم از این ریاکت ها، و حتما اون زنگوله بغلم فعالش کنید که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش بیاد و بتونید برید ببینید. من اینکه حرف دیگه نمونه، ویدیو بعدی میگم بهتون و فعلا پیس اوت.